بچه امروز ما اومدیم هتل هما. هتل هما یکی از هتل قدیمی شیرازه. سالن خیلی خوشگلی داره. توی سالن صدای پیانوی به گوش میخوره که خیلی آرومه، دلنشینه. محیط نسبتا شلوغی بود. من از دکور هتل هما خیلی خوشم میاد بچه ها. اینجام که دارید میبینید هواپیمایی که از همون دوران پهلوی که اینجا بوده هنوزم هستش. حیاتش که خیلی باصفا و خوشگله. درختایی که اینجا هست درختای قطوری هست. محیطش محیط کلا خاطره انگیزیه. بعد خود این رستورانی که ما میخوایم بریم تو حیات هتل هما هست. یه حوض خیلی خوشگلی داره این هتل. همونجور که دارید میبینید بازم نگاه کنید. کلا محیط دلانگیز و جالب و باصفا و خوشگلیه. میتونید دعوت کنید از دوستانتون که بیان توی حیات بزرگ و زیبای این هتل بشینن و از لحظات خوبی که با شما دارن لذت ببرن. من دیگه چیزی نمیگم، شما یه خورده محیط رو ببینید تا بریم داخل رستوران. بچه ها اینجا محیط رستوران هتل هما هست که شب از ساعت 8 فعالیت شروع میشه و ادامه داره تا ساعت فکر میکنم تا ساعت 10 همه روزه هستش. صندلی‌های زرد خیلی خوشگلی داره. یه موزیک ملایم، موزیک زنده. اینجا هم که سلف سرویس رو میبینید. انواع ژله ها، کرم کارامل، هر چیزی که بخواید، ترشیا، زیتون، ماست خیار، ماست موسی. کلا بچه‌ها سلف سرویس خیلی تکمیلی داره. من امروز کلا دوست داشتم که بیام سلف سرویسش رو امتحان کنم، چون قبلا که اومده بودم غذای دیگرش رو امتحان کرده بودم. امروز خیلی تمایل داشتم که سالاد و یه چیز سبکتری بخورم. روغنا، انواع روغنا، انواع سالادها، هر چیزی که شما بخواید. اینم سوپ خوشمزهش بود که بچه ها من یک کاسه خوردم، لذت بردم واقعا. غذایی که ما سفارش دادیم یه دونه شنسل مرغ بود و استفاده از سلف سرویس. سلف سرویس هم من همه چیز رو تقریبا، همه چیز که نه، 50% سلف سرویس رو امتحان کردم. اصلی ها رو مثل کشک بادنجون، مثل سالاد، سبزی خوردم با نون پنیر، سوپ لذیذش، همه چیز دلچسب بود. شنسل مرغش که طلایی و خیلی ترد و خوشمزه بود، از اونم یه تیکه امتحان کردم. کشک بادنجونش هم که فوق‌العاده بود. پیشنهاد میکنم به همه شما